دوست داری مغزت 100 برابر چیزی که الان هست کار کنه؟ با من باش. میخوام یه چیزی بهت بگم، شاید روزی 5 دقیقه هم بیشتر وقت تو نگیره. به عنوان یه پزشک، به عنوان کسی که قول داده و قسم خورده که فقط علمی صحبت کنه. نگاه کن، چه میدونم، کنکوری هستی، امتحان داری، بیزینسمنی، بیزینس وومنی، که من اینو به یکی از بچه‌ها یه بار گفتم ناراحت شد. با بیزینس وومن حرف بدی نیست به نظرم، و نیازمند اینه که حداقل توی یه برهه‌ای مغزت بسیار عمل کردش بره بالا. با من باش. نگاه کن، ما یه قارچی داریم به اسم قارچ یال شیر. خواهشاً در موردش خودتونم از چت جی پی تی سوال کنید، بعد اگر خواستید خرید کنید، حالا چه از ما چه از هر کس دیگه. شبیه یال شیره. قارچ یال شیر باعث میشه NGF BDNF توی مغزتون بالا بره، به حفظ، بقا و عملکرد نورون ها و سلولای عصبی شما کمک میکنه. میکرودوزینگ رو هم داریم. حالا پاول سمیت که یکی از بزرگترین قارچشناسای دنیاست، یک پروتکل داره برای خودش که میگه آقا شما هفته اگر 7 روزه، هر 7 روزش رو قارچ یال شیر بخور به همراه ویتامین B3 یا نیاسین، و 4 روز اول هفته رو میکرودوز کن و 3 روز آخر هفته رو میکرودوز نکن. هر 2 ماهی که این کارو انجام میدی هم حتما 1 ماه باید به خودت استراحت بدی. این دوتا، این 3 تا در واقع، نیاسین، میکرودوزینگ و قارچ یال شیر، در کنار همدیگه بی نهایت باعث میشه فعالیت‌های شناختی مغزتون بالا بره، IQتون بالاتر بره، تمرکزتون بالاتر بره، خلاقیتتون افزایش پیدا کنه، قدرت تصمیم گیریتون رو بهتر کنه. در واقع اصلا شکل مغز شما رو تغییر میده. این ناحیه‌ای از مغز که بهش میگم PFC حجیم‌تر میشه، هایپوکامپ شما که مسئول حافظه شماست حجیم‌تر میشه. میخوام اینو بهتون بگم که شما برای اینکه مغزتون بهتر کار کنه 1000 تا ترفند انجام میدی، اما اصلا حواست به چیزی که میخوری نیست. این پروتکل رو انجام بدین. اگر نتیجه نگرفتی در چی خواستید بگید؟